طرف خودتم نه طرف یگوما طرف حقیقت مکه گوش کو اگر همین استاد شما نسبت مردم سوق یگون چی گفتنی داری استاد من یگون گپ من هم 24 مردم سوقدم من خودم ای سوقدم گفتم مردک 24 ساعت ای سامی ای مردک خچ سوقدی میگیره ایدا سوقدی ترم اگر تو فکت داشته باشی که من وست پولو با هم من خطلون داشته باشم فکت پیشنهاد کن این گپ دروغه وست خطلون پولو گفته باشم این گپ دروغه این قضا والله قسم میخورم که عزتالله تو مرد شه چی زد میخواد کلوچت میکنی اگر میگفتی که گوش که ما به این درجه روپوی نیستیم عزتالله اگر میگفتی که منطقه فلان قشلاق امو خیلجا هست دیگه گپ تو گفتی که بستنه که با ما بعضی گپا تا یادرس کنه ممکن تو به یادت برسه بست که مرد بچه ولی به ما گپ زنم بست ما گپ زنم بست گفتی همون اوزبکا تاخته برادر تو گفتی که سنگک سفر گوش که بست که من این گپا را یادرست میکنم بعد خودت مرد بچه و اقرار شد گفتی سنگک سفر ایگه جا بود غفور سیدای ایگه جا های من گفتم خیلی یا ای کلوب میگن ای کلوب های گفتی سراب زفر ایگه جا های ای کلوب های محمد اقبال ایگه جا های گفتی ای کلوب های نه اکای مویدین کبیری گفتی ایگه جا های من گفتم که من نمیدونم ایگه جا بودن شد گفتی که پدانکوی بستک گفتی که پدانکوی اما خدا رحمتش کنه سول بس چینم داشت عبدالله نوری گفتی پدانکوی امیان خیلی که امیا زب کردن گرفتن یک بار سر قدرت جنگ شوریش ور داشتن امیان با اصلا امیر میخواهن نمی گپا را تو نگفتی تو دانی و خدا من ترا گفته استم که این گپایی که تو هم یک جا این سما سبای همه به یست همه یک جا اوخی امی گپ تو مرا گفتی بعد با گشتی گفتی که توشتوکی این همین بازی ها این اسپوت کرده اینجا چی میرا میدور این مردم میدونت همه که یک جا اوزی کیه دم امی گپای تو نیسته تو دانی و خدا بچه چیزت میخواد کلوچت میکنی اوخی من میدونم یا ایجا ای گپی خطای تو گفتنی بدی که ای گپی خطای که یا امیا سر قدرت آمدن با ایناش پدانکاش امی ولست امیا گرفتنی هم ای گپی تو نباشه من پیدرست بچه خوش کدی اگر خوش که باشم بس اگر من همیجا ایخیدم یک چی خوش که باشم دروغو را خونه شرام بسه فرزندم پدری نکه باشم دروغ گفتستی تو دروغ گفتستی دروغ بچه چی باید گناه خدا اقرار نمیشه همون خاطر دروغو را زنم سه طلاق خانه مرام بسه فرزندم پدری نکه باشم اگر همی گپ همه ای زبانی تو نشنویده باشم در پیش نمه قدر مرد بچه ما سمی پسلدنی پیتوک شیده باشم اکا همه اوزارم یه مینوت بس رحمت الله یه بار بستین به ایلچیم و صدقه نامی پدر احمد شم عزت الله تو میگوی که من در تمام منطقه آدمای ارگان دارم ما کرس ده کیم چیزا در کار میکنم ما فامیلیا و نام آچس و ما جانشین در رایی میکنم اکنه برادر عبدالرحمن ده ای برادر من همی کس در رایی میکنم خودت پربیوت میکنی که ما قطعی یگان حکومتی یا قطعی نمی لوبای دولت خود روسیه را در نظر داری خود تاجیکستان خود اروپا را گجای را در نظر داری اگر که ما را تیار کنن یا ما همی وای امنیتی باشم دستاورد میکنی برادر بس ما گپ زنم به ما گپ زنم با تو گپ زنم ما گوشت میکنم دستاورد میکنی مبرارینم خیلی پوبلیکا دا ایشومتی مرغ بدنی ما را ایشومتی دکزد میکنی سپیسکای روز هستی برو آمده گیده
ما спискай розыска чихел ман намедонам мара дами Россия عبدالله صبر کاک بینندگان گرامی 9,500 آدم 9,000 اول بخشی پرسم تو چیکار کردی زاپیسای اول این من در اومدم برو اومدم بعد این مرا دعوت کرد بعد برو اومد عزت لو اگه خیلی نبود در اومد بعد تو زنگ زدی بعد در اومدی گفتی ما دعوت ما یگان چیز اقرار نمیکنم ما و همی آدم دیدم شخصا همی جای مرا چی در برنامه خودت چی کرده برادر زبلکیر بود کرده ما برنامه خودت در روما نمیتونم عزت لو ما ایگه با والله قسم والله بیلای تمام در برنامه خودت مدرم این نمی که چی نویسته مهاجر ما این همی خیل مدرم پسته یا نه این مهاجر چیزی نویسته من هم خیل مدرم انشالله عزت الله قبول میکنه همین خیلی گفتم که برادرها عزت الله برادر عبدالله برادرها که هست رحمت الله همه برادرهای سوخ برادر ختلان هیچ وقت فراموش نکنیم ما یک مردمیم ما یک ملتیم ما یک شهروند یک تاجیکستانیم بگیم من ناشکری نمیکنم من ملتچگی هم نمیکنم ما والله من در وظیفه در کار نیست عبدالله همین خگم بیست اکن و دیگبو یه مینوت به التیما سکن رمضان جان ما ایت 100% مینت دارم صدقه نام پدرچم عزتالله نه گپای من را گوش که این همی ختم خوجندی این همی برادرم خوجندی هست والله قسم اولین همی آدم دست درازی کرد بس نیمه فهمیدی؟